یک مرد بزرگی بود به نام خواجه قطب الدین رحمت الله علیه. وقتی که از دنیا وفات کرد، تابوتش را در یک میدان خیلی کلان آوردند برای ادای نماز جنازه، و در نماز جنازه اش از حد زیاد مردم جمع شده بودند. در همین هنگام یک شخص آمد نزد تابوت این مرد بزرگ و با آوازی بلند صدا زد و گفت: من وکیل خواجه قطب الدین هستم، میخواهم وصیتی که این مرد بزرگ کرده بود به شما رسانم. این شخص بزرگ وصیت کرده بود که در نماز جنازه من شخص امام شود که دارای 4 عمل خوب باشد. یکم، در زندگیش هیچ وقت تکبیر اولا از او فوت نشده باشد. دوم، نماز تهجد را هیچ وقت قضا نکرده باشد. سیوم، هیچ وقت با چشم بد به زنهای نامحرم نظر نکرده باشد. چهارم، اینقدر عبادت گزار باشد که حتی 4 رکعت سنتی پیش از نماز عصر هم از او فوت نشده باشد. مردم وقتی این سخنها را شنیدند حیران شدند و یک مدت طولانی هم گذشت. با یکدیگر نگاه میکردند و فکر میکردند که در نماز جنازه این مرد بزرگ کی امام میشده باشد. در همین هنگام یک شخص با چشمان پر از اشک گریان آمد و کفن این مرد بزرگ را کشاد و از رخساره های حضرت بوسید و گفت: ای دوست الله، تو از دنیا رحلت نمودی، اما سیر و رازی که بین من و الله بود فاش کردی. و این شخص طرف مردم نگاه کرد و گفت: قسم به نام الله که همین 4 عمل در من وجود دارد. این شخص پادشاه همان وقت شمس الدین التمش بود که در هندوستان خیلی یک حکومت اسلامی برقرار کرده بود. الله مهربان ما را هم نصیب این 4 عمل خوب کند. آمین. برادران عزیز، این نوار را نشر کنید، زیرا اینکه سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن صدقه جاریه است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.